خب حاج داملا ببینید چقدر گفتن یک 20 نفر از دهه چارقشلاق هستند در سوریه، حتی چند نفر با اهل اویلاشون. چرا چی شده است که جوان‌ها از اینجا رفتن؟ چگونه جوان‌ها هستند اینها؟ جوان‌ها برای کار به موجودی مهندی اساساً به مسکو به فدراسیون روسیه سفر میکنند. آنجا که از نظارت شاید پدر و مادر دور هستند، از نظارت ما دور هستند، شاید همونجا با بعضی از گروه‌ها و با بعضی از چی گوییم حرکت‌ها وا میخورند. شاید آنها هم شاید می‌آموزند، نه همه جوان‌ها، بعضی جوان‌هایی که شاید سواد دینی کم دارند یا ماهیت جهاد و ماهیت مسئله نمیدونن یا معرفتی سیاسیشون کم، آنها استفاده برده به همین خیلی طرف‌های خود جلب میکنن. نزد یگان مولا هم درس نگرفتن یا یگان مکتب‌ها هم نخوندن، بسیارشون ما می‌آموزیم که حتی بعضی آنها ما همینجا تحلیل میکنیم، حیران میشیم که با مسجد هم نمی‌آمدن. آنها اینقدر سواد دینی خوب هم ندارن، با مسجد هم نمی‌آمدن. یکی میشنویم که رفتن، در حیرت میافتیم. که کسی ترغیب میکنه در روسیه؟ شاید همین کارها باشد، ترغیبات‌های خارجی ها یا ترغیبات‌های گروه‌های باشد که به منفعت کار آنها هست و جوان‌های ما به طرف خودشون جلب میکنند. خب در اینجا که پدر و مادرشون هست، شما هم که در بین جامعه هستید، با آنها هم صحبت میشه، نظرشون چگونه است؟ یعنی این کار ما با اکثر پدر و مادر این جوان‌ها هم صحبت شدیم. این کار فرزندانشون چگونه قبول دارن؟ از این کار واقف نیستن، آنها نارضا هستند. حتی بعضیشون بسیار چی به استراب میافتن، به هیجان میافتن که چه خیلی ما خبر هم نداریم، یعنی در این باره حتی خبر هم نداریم، مسئولیت هم نگرفتن از آنها و بعد از اون معلوم میشد که آنها در چی هجرت هستند یا از مسکو فرار کردند، بعد با خبر میشن. یعنی پدر و مادرها از این واقف هم نیستن یا پدر و مادرها این کار آنها عمل آنها رو هرگز دستگیری نمیکنن. از نگاه اسلام نمیتوان گفت که این جهاد است، زیرا آنجا شیعه هم اهل کتاب هستند، ما نمیتوانیم آنها رو کفر بیان کنیم. یکی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد، گفت که یا رسول خدا، مرا به صفی مجاهدان، یعنی به جهاد و غزا نام‌نویس کنید. آن حضرت صلی الله علیه و از آن جوان پرسیدند که پدر و مادر داری؟ آن جوان گفت بله دارم پدر و مادر. رسول اکرم صلی الله علیه و چی گفتند؟ جهاد تو خدمت به پدر و مادر، رو دعای پدر و مادر رو بگیر.